از یه چاقو کشی جلوی امامزاده شروع شد. داستانش بلنده. تو شلوغی دعوا با یه زامندار گردن کلفت دست سفید زنجونی گذاشتم تو کتفه یه نامحرم. یه سال چربتر واسم بریدم. تو حبس به آجان بد نگفتم، خوش رفتاری کردم، دماش کرس شد. همونجا یه رفیق پیدا کردم، بهش گفتم چند ماه حبست مونده؟ گفت 5 سال. گفتم بینم پسر جرمت چیه؟ گفت دعوا. گفتم رضا، اسمش رضا بود. رضا نوکرتم با وفا، این همه حبس واسه یه مرافع؟ گفت قاطی هم داره. گفتم قاطیش چیه؟ گفت یه قتل جزمی، این چایش درجه 1 بهترینه. خلاصه هر جوری بود ترکش شدم.